توجه کنید. نماز رکوع دارد، نماز قومه دارد، معنای قومه از رکوع باز راست شدن. نماز سجده دارد، نماز جلسه دارد. نمازی که در وای قومه و جلسش بجا نمی بیاد، نزد جمهور اون نماز فاسد است. نماز پیغمبر بزرگوار روز در مسجد نشسته بودند، یک جوان مسجد در آمد. پیغمبر نماز خوانده بودند، او خود نماز خواند، مثل نماز بعضی از ما و شما جوانا بارین، موی سفیدا بارین. نماز خودش با شتاب خواند، یعنی نه رکوع ساج داشت نه سجده ای ساز، سرش خم کرده از همونجا سجده درافت. از سجده سرش برداشتیم که حالا با دویم سجده رمون چگونه بعضی موسفیدای عزیز ما نماز بخوانند. حضرت ناراحت شدند. بعد از خواندن این نماز جوان فایراز کردن، گفتن بچم بیا. آمد گفتن ارجع فصلی فانک لم تصلی. رابچم از سر نماز خواند، تو نماز نخواندی. خب دویم باره نماز خواند، باز همون نماز کجیله، نمازی که عادت کرده است. این مرتبه حضرت گفتن رو ای سر نماز نخواند، تو نماز نخواندی. ثانیه این جوان گفت یا رسول الله، من غیر این دیگر آداب این نمازخوانی رو نمیدانم، چی تو خانم به من تعلیم ده. موسفیدای عزیز توجه کنه، من بیزار هستم از اون 6-8 رکعت نماز زایتیه که شما میخوانه، 2 رکعت خانه او با آدابش ادا کنه. من تعلیم ده. گفت یا رسول الله، من چی تو خانم؟ پیغمبر خدا گفتم بچم که نیت کردی هرچی که میدانی از قرآن بخوان. سوره الحمد، بالای الحمد یک سوره از قرآن، کدامش باشه؟ قلیاس، قل هو الله، این اعطینا. ثانی به الله اکبر گفته، رکوع درو، زانوها قبل گفتند. همه اعضا باید آرام شود. در رکوع باید همه اعضا آرام گیرد. 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم گو. این 3 بار از همه کمش است. این 3 بار تنبلا میگویند. باید 5 بار گفت، باید 7 بار گفت، باید 9 بار گفت. خصوصا در نماز شب باید 11 بار گفت. این عیب است که در مناجاتی با خدا اینقدر شتاب کنی. در یا رئیس حکومت باشد یا جناب عالی باشد، پیش تعظیم کرده 2 ساعت میخوایی که خطیش گپ زنی، خوش آمد کرده، در پیش خدای آفریدگار خوشون نمیبی ای الله دیستی. الله اکبر. پیغمبر گفتن وقتی که رکوع رو قپیدی 3 بار آرام شو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم گو. شدی 3 بار، از همون پایان سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. باید مگ راستا ایست، بلا نزدیتا، چو در هم سجده بمیری. یاد مگ راستا ایست. موسفیدای محترم، جوانای زیبا، این نماز خدا قبول نمیکند. پیغمبر خدا گفتن نمازی که ادا نمیشود با آدابش، وقتی که ملائکه ها به سوی آسمان میبرند یک چیزی تاریک سیاه، خداوند قبول نمیکرده. ملائکه ها میگردن میبینن در روی صاحبش بزنند. مانند یک نونی در دگدان سوختگی است که پیش سگ به پرتایش نمیخورد. این نماز والله همتون نماز است. مولانا عبدالحق در لمعات نمازهای ما را تصویر میکند. از رکوع که خستی سمع الله لمن حمیده، ربنا لك الحمد. و یادم کیست؟ یادم دعا کن، خدایا گناه من گناهگار گذار، خدایا بچه های من هدایت کن، رزقاشان فراخ کن. دعا کن. و الله اکبر گفته سجده را، سجده که پیشانیت از زمین موندی بین 2 دستا دا. این پیغمبر تعلیم دادش دادای. با 3 بار سبحان ربی الاعلا گو، سبحان ربی الاعلا گو،
3 بار بفرصد یا 5 بار گو بهترین حالت و قریبترین حالتی بنده به خدا این سجده است. خداوند از بنده دوست می‌داره وقتی که پیشانی زیباش در زمین مونو با آرامی او را یاد کنه. سبحان ربی الاعلی، خدای بزرگوار و بی‌عیب، تو قادر و توانایی، گناه من گذار. معنا سبحان ربی الاعلی اینه. 3 بار گوی از زانی من، 5 بار گوی، 7 بار گوی. باز الله اکبر گفته از سجده سرتان کی برداشته با یک دمکشین این جلسه میگویند نزد حضرت امام محمد واجب است، نزد امام احمد فرض است، نزد امام اعظم رحمت الله علیه واجب است. اینم معنای واجب که ترک شود نماز فاسد می شود، حتی سجده سا واجب می شود. بعد یادم کشیشتی و دعا کن خدایا گناهی من گذار، خدایا نمازی من قبول کن، خدایا من شفاته، خدایا به حال من رحم کن. یادم است با الله اکبر دویم سجده دارم، با 3 بار سبحان ربی. آخه در تمام فقه میخوانیم ما و ذالک ادناه میگه 3 بار گفتن این کمترین تسبیح های نباشه. 5 بار باید گفت، 7 بار باید گفت. باز که 3 بار گفتی با از همون پایان الله اکبر گفته باز خیر با سکتی حضرت این تو نماز خوان. این است نمازی که خدا از تو قبول میکند، این است نمازی که پیغمبر به ما تعلیم داده است. بنابر حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه یک آدم دیدن نماز میخوان مثل موسی فدای عزیزی ما بارین، نه رکوع داشت نه سجده، هم تو میکرد سجده میرفت، سرش میمون رنگی مرغ دانشی میکشید. من نمیدانم موسی فدای محترم، منم سبحان ربی الاعلی میگم، شما هم سبحان ربی الاعلی میگم. شما کی او 3 بار میگه من 1 بار گفتگی رو شما 2 رکعت میخوانه. شما چی تو میگه من چی تو میگم؟ یا زبانی من دونگه یا والله شما هیچی نمیگه، رو تا سیاه کرده با من نماز خواهی تو. پیغمبر خدا چی گفتن؟ لا يقبل الله صلاة امرئ لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود. خدا قبول نمیکنه نمازی کسی را که در بین رکوع و سجود پشت راست نمیکنه. یعنی از رکوع سمع الله لمن حمده گفت پشت راست نمیکنه. این خدا آخرین پیغمبر گفته، این صاحب شریعت گفته، همه آدمی که ما را نماز تعلیم داده هوای گفته. شما چطور نماز میخوانه؟ ای الله پیغمبر خدا قبول نمیکنه نماز را که لا یقیم الرجل فیه پشت راست نمیکنه. در وقت رکوع و سجود سمع الله ده پشت راست نمیکنه. حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی جنبه تو با سفته نماز کنه. فقط شما رنگمی تابون نره یا این مر شما زنده نمونه. آجره تابوت تار تمنیز رو استینده. حضرت حذیفه چی گفتن؟ یک آدم دیدن که نماز میخوانه، نه رکوع داره نه سجود، سرش میمونه میگیره. حضرت گفتن یا فلان منذ کم تصلی هذا الصلاة، ای موسفید گفتن چند سال باز همتون نماز میخوانی؟ چند سال باز؟ گفتی منذ 40 سنه 40 ساله گفت یا صحابه رسول اکرم ما همتون نماز میخوانیم. حضرت گفتن منذ 40 سنه ما صلیت، 40 ساله گفت تو نماز میخواندی، این نمازتون نماز نیست. 40 ساله که تو نماز میخواندی والله لو مت على هذا لمت على غیر ملت الاسلام. اگر تو به همین نماز خوانید نوری گفتن والله از مسلمان ها حساب نیستی. تو گفتن عزیزان من دلم برای شما میسوزد. اب طهارت میکنه، مسجد میبیایه، به گمان خودتان نماز میخوانه، یک نماز میخوانه که خدا را قبول کنه.
وقتی که آداب نمازخوانی رو نمیدانه در پهلوی علماها میشینه از اونها یاد گیره که اونا چطور نماز میخوانن. پیغمبر میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز خانه چگونه که من دیده من نماز میخوانم. چون از مستفیدای عزیز، از علماهایی که در پهلوتان نماز میخوانند، از ملا بچه هایی که در پهلوتان نماز میخوانند درس عبرت نمیگیرید؟ این نماز رکنی اساسی دین مقدس اسلام است. حالا ما گمان میکنیم که نماز میخوانیم به خاطر پر فقط تابوت سوار رنگین جوان حسرتی خانی قبر میریم، اما هیچی نیست اینجا، خالی. بنابراین نماز باید آداب رعایت کرد عزیزان من. خب در این بابت گفتنی های زیادی داشتیم، اما جنازه تیار شد. از پروردگار اولا دعا میکنم ثواب این صحبت من که بهترین هدیه است به روح این جوان غورمرگ، این جوانی که در وقت شکوفایی عمر چون گل خزان بادی دهشتناک خزانی مرگ قامتش شکست پژمردش کرد، چشمان مادر و برادران و همسرش پری آب، جگراشان پری خون کرد و به خانه قبر روان است. بخشد و هدیه کنم جوانای عزیز، انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بندگان خدا هستیم و همه بازگشت من به سوی خدا هست. امروز در بالای این است پیشوبین با حسرت جوان خواب است، جوانی که آرزوهای زیاد در زندگی داشت، جوانی که حالا امید داشت که فرزندکاش توی میکند و شادی خرسندی اونها رو میبیند، جوانی بود که حالا آرزو داشت که مادری پیرش تربیه میکند و دعای خیری او رو میگیرد. چگونه پدرش خدمت کرده بود، اما مع الاسف همه آرزوهاش برباد رفتند و خود پیچیده با لباسی کفن خاموشانه خواب است. اما این چه خواب؟ این خواب مرگ، این خوابی که دیگر بیدار شوی ندارد، این خواب قیامت بیدار میکند، این صبح قیامت بیدارش میکند. مثل بخشی بگویند آه فرزندان دلبندت بگردن کودکان در بدر امروز یا فردا. طفلکان خرساله که براشان اصل و شکلات می آورد امروز در بدر خانی مردم میگردند. این است عاقبت دنیا جوانای عزیز. فرفته جوانی تان نشود، جوانی که با طاعت خدا با کسب حلال باشد، با پاکیزگی و خوش اخلاقی باشد، والله مرگ براش توی است. اما در غفلت از خدا دور در حالت معصیت مرگ بیاد، این حسرت میگویند عروسی بود نوبتی ماتمت، گرت نیک روزی بود خاتمت. اما خدا رحمت فیضالی را، خاندانش همش خاندان خوب بودند، بچه هاش همش بچه های اهل نماز بودند، چگونه خودش آدمی دیانتدار و دوستدار علما بود، فرزنداشان خصوصا مادرشان از این طایفه بود. اما چه علاج؟ قضای او همین قدر بوده. از آن روزی که از مادر تولد شد خدا برآوردش 26 سال عمر مقدر کرده، امروز به خانه قبر روان است. من برای تسلی دل مادر عزیز حدیث رسول اکرم میخوانم، شاید فرزنداش براش رسانند. پیغمبر خدا میگه ما جزاء عبدی اذا اخذت صفیه من اهل الدنیا فصبر الا الجنه. پاداش پدر و مادر که از او فرزندی دوست داشته شگیرم در مصیبت من صبر کند و شکرانی باقی مانده فرزنداش کند، مکافات او جنت است. خداوندا برای مادر عزیز و برای همسر این جوان غورمرگ و برای فرزنداش این مکافات پیغمبر وعده کردگی را نصیب کن. سفرش بهتر، آمین. نورش پر نور گردان. خداوند این سفری دور و دراز قیامت براش آسان گردان. آمین. خداوند این سفری دور و دراز قیامت براش سفری عروسی گردان. آمین. و خانه قبر او را باغی از باغی جنت گردان. آمین. پروردگار خاندانش ده، خصوصا همسر و فرزندکان خرسالش ده عمر دراز
و جاینشین خوب برای پدر مرحومشان گردان. آمین. خصوصا مادر عزیز خدایا در این مصیبت میان شکن و در این مصیبت جانسوز صبر جمیل نصیب فرما. آمین یا رب. در ذمه‌اش از نماز روزه چیزی مانده باشه خداوند غفور و رحیم است، اما حق العبد کامای عزیز گفته نمی‌شود. از کدام شما یگان وقتی چیزی قرض گرفته بود یا امانت گرفته بود با شاهد حجت بهش قربون برادرشان هستند، خدا نگهش دارد. و دیگر قومداری است، یار و رفیقی است، گفته نمیشه کدام شما یگان وقتی آزار داده باشد یا غیبت کرده باشد در این حالت ناامیدی و مایوسی که الان روح او از همه شما با گردن کج التماسی اوف دارد، بخشش کنه. خداوند بخشنده ها رو دوست بداره. خدا شما را جواب عزیز عمر دراز و توفیقی بندگی و موفقیت در کارهاتون نصیب سازد. آمین یا رب العالمین.